که ما آمدیم و یا به نام توپ پروژکت فور فیوچر و یا چند بخش دارن و ما امروز میاد بخش نزدیک از بخش ربات‌سازیشون میبینیم که مصاحبه میکنیم و میبینیم چی پلانا رو دارن یا چی چیزها رو جور کردن و کاشون هم صحبت میشیم. شما خوب هستید؟ شما جو بخیر؟ سلامت خوب هستید؟ خب شما جان قسمی که معلومات دارین شما در اینجا بخش ربات‌سازی دارین و ربات اشتها رو جور میکنین. شما کمتر معلومات بدید چه رقم است یا چه رقم پیش میرین؟ تیم روباتیک TPF یا تاپ پروژکت فور فیوچر مدت 1 سال است که به کار خود آغاز کرده و تیم 7 نفری است و ما بیشتر ربات های هوشمند میسازیم که خودش توسط پروگرام همه کارهای خود کنه، ضرورت به کنترلش نیست و ما سر هوشمندسازی کار میکنیم. خب یعنی خودش هوشمند خودش کل کار خودش میکنه. خودش کار رو میکنه. خب بسیار خوب. نه شما وقتی دانه ربات جور میکنین چقدر وقت در بر میگیره؟ ربات کار ساده نیست. حدودا 1 هفته 2 هفته الی 1 سال نظر به سایز و یا امو کارایش است که چی کارا رو میکنه. تایمش مشخص نیست. بسیار خوب. خب در کجا نمایش این ربات هایتان شما؟ ما چند وقت پیش در پانتون امریکایی ها کابل سر دلمان یک نمایشگاه بزرگ داشتیم که ربات های خودمون اینجا نمایش دادیم و یک مسابقه در مکتب پانتون که مقام آوردیم و 2 مسابقه پیش رو داریم. مسابقه ایران که ربات جنگی است و اونجا میخوایم شرکت کنیم و یک مسابقه دیگه با دختران رباتساز هرات در فنلند داریم. نه شما تو ربات اینجا جور کردگی میبرین در ایران مسابقه میتین؟ اینجا جور میکنیم، همه وسایل دیگه جور میکنیم، باز ایران میریم مسابقه میدیم. بسیار خوب، موفق باشین. 1 سال چه تعداد ربات ها رو شما ساختین؟ ما در حدود 1 سال 200 ربات ساختیم و به خاطر گنجایش جای که جای کم است اینجا دیگر راش نیست، هم خبر است. اینا تو به حساب کت به حساب فرمایشون میگین که ساتون بگه من تگ ربات ما کار داریم ما جور کنیم جور میکنیم باشن؟ بله سطح کثافت‌دانی هوشمند که شفاخانه ها بعض شفاخانه ها و یک رستوران به آن فرمایش دادن که ما براشون تهیه کردیم باشن جور کردیم. بله و تو دوباره به حساب باشون بردین باشون نمایش دادین باشن انتخاب کردن؟ بله انتخاب کردن؟ بله بدون نمایش کنن. بسیار خوب. خب قبل ساختن یک ربات شما چی کارها رو انجام میدین؟ از فکر خود جور میکنین؟ از اینترنت به حساب میگیرین جور میکنین؟ چه رقم؟ قسم قبلا گفتم ما یک تیم 7 نفری هستیم که وقتی که پیش از اینکه ربات ما بخوایم بسازیم یک طراحی و یا اما افکار خودت و یا چیزی که در جامعه افغانی در افغانستان کم است جمع آوری میکنیم باز یک ربات میسازیم. بسیار خوب. شمس جان میشه بعضی ربات ها رو با نمایش بذارن اینجا؟ بله چرا نه؟ ربات شوینده هوشمند و یا تشخیص موانع که میتونه در یک اتاق اگر رهایش کنیم میتونه اتاق بشویه و اگر در پیشونیش کدام موانع برابر شود تخت و امثال اینا میتونه رای خود تبدیل کنه و بشویه اتاق. و ربات بعدی ما که است کثافت‌دانی هوشمند. کثافت‌دانی هوشمند با ریموت کنترل که داره میتوانیم کدش امیر ریموت کنترلش افشار بدیم خودش به شما بیه و وقتی دست خود پیش کنیم خودش خودکار باز میشه که کثافت خود مثلا میتونیم پس سوچ هم میتونیم پس میره. خب یار شما جور کردیم فیلم یا کارش به حساب نمونه یک سامپل است یک سامپل است و ربات اصلی در دیگه جای است و تیاره که این تیاره میتونه حداقل 20
کیلو را که خود بلند کنه خب و یک سامپل دیگه ازی به اتفاقیه کابل داده شده که میتونه آتش سوزی رو گل کنه. خب دوستان عزیز، حالا میریم نزدیک میبینیم یک برادر مصروف فکرم رو با جور کردن یا که هم صحبت میشه میبینیم چی میکنه چی جور میکنه. سلام، خوب هستی جان جور بخیر؟ سلامت. مرسی. نامت چی است؟ ها میلا جان، خوب هستی بخیر؟ مصروف چی کار هستی؟ مصروف ساخت یک ربات شما هستم. بسیار خوب. چقدر میشه به حساب در ربات کار میکنی یا به حساب جور کردن یاش؟ من خودم 4 سال میشه که مصروف ربات سازی هستم و 1 سال میشه که ای تیم ساختیم. امروز ای تیم هستم، تیم TPF. حالا که میبینیم مصروف ربات سازی هستیم. بسیار خوب. ربات جور میکنی خودت بیا؟ چطور در این ربات سازی راه آوردی؟ علاقه‌مند بودی؟ خوش میومد از وقت همت؟ من از خردترکی علاقه داشتم که در بخش تکنیک علاقه داشتم و توسط همین علاقه خود تا اینجا خود رساندم. بسیار خوب. خب حالا چی جور کرده رئیسی؟ حالا مصروف ساخت یک ربات هستم که نور خورشید تعقیب میکنه و بیشتر از این ربات پنل‌های سولار نصب میشه به خاطر ذخیره نیرو. بسیار خوب. خوب است. با کارت برس های تو جور که ما ببینیم چه رقم جور میشه. خوب است. خب شانس جان، به غیر ربات سازی دیگه کدوم بخش‌ها رو پیش میبرید؟ بغیر از ربات نقاشی و خدمات اینترنتی و دیزاینینگ و اینا. بسیار خوب. نه در بخش ربات سازیتون شاگرد یا خون میگیرید میپذیرید یاد میتین؟ بله، یکی استادان مجرب که در مکتب هوشمند کاردان هم درس میتن اینجا شاگرد میپذیریم. بله. بسیار خوب.